اینگولیا گوگولیا. همجوری که میبینین از اون روزی که من این 5 میلیون رو گرفتم و اینم آپگرید شدش برای من، خودش ماین میکنه. خب اینا رو گرفتم، بریم کارت امروز رو پیدا بکنیم که روز دومی هست که با من این، ولی روز هفتم فکر کنم فقط 10 روز این کارت ها رو گذاشتن. من یه بار دیگه توضیح میدم خیلی سریع. توی این PRNT میریم، باید کارت پارتنرشیپ رو برداریم و پارتنرشیپ هنوز قفل هستش. برای اینکه بازش بکنیم اینجا میریم روی اینفلوئنسر و 7 بار آپگریدش میکنیم و اینجا بهمون میگه که چند بار آپگرید شده.